جوکر. لطفاً از این طرف. محدودیت نداره؟ نه نداره. فکر نمی کنم قبلا شما را دیده باشم آقای سالاس. ویل سالاس. فیلیپ وایس. میبینم خیلی زمان ندارید. دارم با ارثی که بهم رسیده شرط بندی میکنم. شما محافظی نداری آقای سالاس؟ فکر کردم جمعمون دوستانه است. 50 تا شرط میبندم. تو باید جوون باشی. اگه مثل من 85 سال 25 ساله باشی و بدونی که یه خشونت کوچیک میتونه زندگی تو ازت بگیره، اون وقت قدر اون چیزایی که داری و میدونی. به نظر شما خیلی قدرشو میدونید. بالا میبرم. البته بعضیا فکر میکنن که این کار عادلانه نیست. تفاوت زمانی در مناطق رو میگم. آره شنیدم. آیا این یه حرکت منطقی به سوی تکامل ما نیست؟ و مگه این تکامل همیشه ناعادلانه نبوده؟ پس همیشه قدرتمندا زنده میمونن. شرط 2 قرن دیگه زیاد میکنم. اینم یه جور نظام سرمایه داری داروینیه. انتخاب اسلحه. دقیقاً. فقط قویا میمونن. این دست ورقی نداری. بالاتر میبرم. ظاهرا که همشو گذاشتی. سیزده رقم. بازی خوبی بود. ریسک زیادی کردی. ریسک نبود. ببخشید اینو میگم. ولی میدونستم میبرم.